چرا عبدالقادر رستم زندانی شد؟ ما باید جواب این سوال را در قصه ضحاک کاوه آهنگر باید جستجو کنیم. در اونجا خوب نشان داده شده است. ضحاک کی بود؟ امروز ضحاک کی است؟ ضحاک یک حاکم ظالم بود، در زمان خودش پرزیدنت بود، رهبر بود، دولت را اداره میکرد و دو مار داشت در دو کتفش. البته بودن دو مار در کتف یک انسان این روایت است، افسانه است، ولی این رمز است. خود مفسران هم و خود تحلیلگران هم به این نتیجه، شما در کتاب‌های ادبیات خواندید که این دو مار ضحاک رمز از دو نفس است، یکی نفس قدرت و شهرت، یکی نفس مال و دارایی که در دو شانه ضحاک وجود داشت و هر گاه قربانی طلب میکرد و هجوم میکرد به مغز سری خود ضحاک و ضحاک مجبور بود که برای آرام کردن